سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من این ویدیو رو دارم واسه یوتیوب میگیرم و انقدر توی این زمینه تنبلی کردم و هی میخواستم هم تنبلی هم کمالگرایی جفتش با هم قاطی بود. بالاخره بعد از یه جا شروع میکردم و توی اینستاگرام هی از من سوال میپرسیدید که پوستتو چیکار میکنی، روتینه چجوریه. گفتم بذار با همین یه چیزی که خیلی دم دسته و همه خیلی سوال دارن با این بالاخره شروع کنم، بلکه این طلسم یوتیوب شکسته بشه. قبل از اینکه روتینمو شروع کنم یه چند تا فقط نکته بهتون بگم. اول که من متخصص نیستم، ولی این چیزایی که قراره بگم و همه روش اتفاق نظر دارن و حتی خودمونم بهش رسیدیم. یک اینکه توی پوست، حالا پوست خوب داشتن، ژنتیک خیلی مهمه، نقش خیلی مهمی بازی میکنه. اما حالا اونو که میذاریم کنار که دست ما نیست، اما اون چیزایی که دست ماه چیه؟ یکی آب کافی خوردن، خواب درست داشتن. یعنی واقعا من قشنگ توی پوست خودم دیدم موقعی که دیر میخوابم، بد میخوابم، قشنگ پوستم کج و کوله میشه، چشام که دیگه هیچی. پس آب، خواب، غذای درست خوردن، فست فود و نمک و شکر و ایناها افتضاح واسه پوست. یعنی همین من این 2 هفته اخیر یکم زیاد باقلوا خوردم، خودم درست میکردم، بعد قشنگ صورتم پر جوش شد و الانم گفتم ولش کن، با همین جوشای ریز بیام این ویدیو رو بگیرم، خیلی بهتره که شما فکر نکنین که خبری و نه همه همینطورین. همه اگه مراقب نباشن این اتفاقا میفته. پس دوباره میگم، آب کافی خوردن، خواب کافی داشتن و درست، غذای درست خوردن، فست فود و نمک و شکر و اینا رو نمیگم 100% حذف کنین، خب چون سخته، اما تا میتونید بیاریدشون پایین. یه نکته خیلی مهم رو یادم رفت بگم، استرس داشتن. استرس و استراب و اینا وحشتناکه. من توی یک دوره از زندگیم که خیلی نمیدونم، حالا نگران بودم، استرس داشتم، حالا هرچی بود، صورت من وحشتناک بود، همش جوش و واسه همین تا میتونید اینا رو از خودتون دور کنید. قطعا هممون توی زندگی استرس های خودمون رو داریم، اما قبولم کنیم که خیلیاش بیخودیه. یعنی خیلیاش از این نظر میگم بیخودیه که چون اگر ما استرس داشته باشیم باز اون کار حل نمیشه. باید به این نقطه برسیم که خب من چی کار میتونم بکنم که خوب بکنم این قضیه رو، چون با استرس تنها فقط به بدن خودمون آسیب میزنیم. خب دیگه خیلی نمیخوام بحث فلسفی کنم، سریع بریم سر اصل مطلب. خب اول از همه با فیس واش شروع میکنیم. من راستی دیروز رفتم پاکسازی صورت و 24 ساعت نباتی به صورتم میزدم و الان دیگه 24 ساعت دیگه اوکی شد، رد شد. ببینید فیس واش واقعا این چیزایی که میگم، برندایی که من میگم، نه تبلیغ نه هیچی، فقط اینا رو من استفاده کردم و خیلی راضی بودم. اما شما باید نوع پوست خودتون رو بدونید و با توجه به اون چیزی حالا بگیرید. ببینید مثلا دارم میگم این فیس واش رو یکی واسه من آورده بود، واسه اصلا مردونه است، ولی خب من میزنم به پوستم، خیلی هم خوبه. بعد اما جدیدن این ووچر رو گرفتم، ویتامین سی، خب ولی هنوز استفاده نکردم. یعنی میخوام بگم که صرفا هرچی من میگم نه، برین ببینین چی بر خودتون خوبه. و اکثر برندایی هم که من استفاده میکنم همه ایرانیه، چون برندهای خارجی خیلی گرونن و اصلا آدم نمیدونه اصل فیکن یا چی. من از جایی که میرم پیششون پرسیدم، گفتن که روزی 1 بار صورتتون رو با فیس واش شستن کافیه. پس اول از همه شبا صورتتون رو با اون فیس واشی که فکر میکنین به پوست شما میاد بشورید و از اونهایی که براشایی که مخصوص صورته، از اونها هر شب استفاده نکنید، هفته 1 بار، چون حالت اسکراب داره و هر شب استفاده کردنش خوب نیست. مثلا من یه مدت هر شب استفاده میکردم که خب فهمیدم اشتباهه. بعد از اون وقتی میاین تونر باید بزنید. حالا من الان میخوام بزنم تونر، چون دیگه 24 ساعت هیچی نزدم، تونر رو بزنم. من یه تونر ایرانیه، این لافارر، خیلی به پوست من واقعا افتاده، برای همین همینو میگیرم دیگه. بعد روی این پدا بریزید، بلدین خودتون از من بهتر، ولی خب حالا مثلا من این 2 هفته اصلا تونر نزدم و دیدم که صورتم داره دوباره یه جوشای ریزی میزنه.
بعد موقع تونر زدن حواستون باشه که این گوشه ها رو حتما مثلا بزنید، یعنی بکشید و مخصوصا گردنتون همه رو تونر بزنید دیگه. البته من وقتی رو گردنم میزنم دیگه رو پوستم نمیارم دیگه، آخر از همه. خب این از این. الان مثلا ببینید قشنگ آلودگی ها رو ببینید. خب ببینید من سرم ویتامین سی خب اینو استفاده میکردم، تموم شد، خیلی هم خوب بود. جیناجن اگه اشتباه نگم، ایرانی هم هست، اشتباه نگم بهتون، ولش کنید والا درصد برون نیارین اگه اشتباه گفتم. الان دوباره این بلک فرایدی تخفیف گذاشته بود، من وچه خیلی تعریفش رو شنیدم، اینو خریدم. حالا الان میخوام اینو بزنم. این اولین سرمیه که، یعنی تنها سرمیه که من استفاده میکنم توی روتینم. دیگه باید چند قطره بزنید، پوستتون که تمیزه و ماساژ بدید. بعد در مورد سرم ویتامین سی یه نکته سرم ویتامین سی میپره، یعنی حتما روش باید یه چیزی بزنید، یعنی یا آبرسان بزنید یا ضد آفتاب. و اینکه وقتی میخوایم برین تو آفتاب شدید، زیر ضد آفتابتون اگر سرم ویتامین سی بزنید خیلی ضد آفتابتون بهتر عمل میکنه. اینو من قشنگ توی ترکینگ قفقاز که رفتیم تنها چیزایی که برده بودم همین سرم ویتامین، یعنی اصلا آرایشی چی نبرده بودم، سرم ویتامین سی زیر ضد آفتاب میزدم و ما روزی 10 ساعت بیرون بودیم، ولی واقعا پوستم اصلا خراب نشد. خب حالا من آبرسانی که من الان هر کی فکر نکنه فکر کنه من تبلیغ برند وچر دارم میکنم. آبرسانی که من دارم از پارسال استفاده میکنم وچه است، من خیلی راضیم. بازم میگم ببینید به پوست شما چی میاد، بودجه‌تون چقدره. ولی خب دیگه حالا آبرسان رو من یکم میزنیم روش، ماساژ. و وقتی هم دارین کرم میزنین همینجا سعی کنید بدین صورتتون رو به بالا. حالا این کارا رو همه شب انجام میدم، ولی من دیگه واسه ویدیو روز بود هم از نور روز استفاده کنم. خب ببخشید من هنوز حواسم دارم به خودم نگاه میکنم در صورتی که باید به دوربین نگاه کنم. عذرخواهی میکنم. در مورد ضد آفتاب این نکته رو خواهش میکنم از من داشته باشید، هیچ موقع ضد آفتاب رنگی نزنید. کار ضد آفتاب اینه که بره توی لایه‌های عمقی تر و از پوست شما محافظت کنه. کار کرم پود اینه که رو وایسه و آرایشیه و شما نمیتونید اینا رو با هم ترکیب کنید، اصلا درست نیست. بعد تازه حتی اگرم درست باشه شما نمیاین از ضد آفتاب رنگیتون کلی بزنید رو صورتتون، هم یا شاید حیفتون بیاد، همین که خب خیلی زیاد میشه دیگه. پس همیشه ضد آفتاب بیرنگ استفاده کنید. حالا ضد آفتابی که من خودم استفاده میکردم، ببینید پرایم من استفاده میکردم، اما بعد مثلا یه ساعت که میگذشت میزدم به صورتم، چشای من شروع میکرد به سوختن. حالا شاید من حساسیت داشتم. ضد آفتاب دیگه که من استفاده کردم و خودش خوبم بود بیوتی درما، ولی خب چند میله، 40 میله ضد آفتابم که ماشاءالله گرون. این سری که ما رفتیم گرجستان من یه ضد آفتاب خریدم، میخوام بهتون نشون بدم. این 200 میله. اگه حالا ایران نیستید میتونید اینو تهیه کنید، فوق‌العاده خوبه، اصلا حساسیت نمیده. من خیلی چشای حساسی دارم، حالا نه چشام میسوزه نه پوستم کاری شده، کامل روی پوست خودش جذب میشه. و دیگه چی بگم، قیمتش عالی بود. 200 میله یعنی عملا یک گالون ضد آفتابه. مثلا اینو ببینید چقدر بود، 40 میل، اصلا سریع تموم میشه، کمتر از یه ماه. ولی اینو من خریدم 500,000 تومان، 20 لاری اگه اشتباه نکنم، آره 20-25 لاری همچین چیزی. حالا شما هر جا هستین برندش آلمانیه اگر اشتباه نکنم، بله. و
اگه میتونید واقعا تهیه کنید، من خیلی راضی بودم. حالا اگرم بهتر از این میتونید بزنید که چه بهتر دیگه، ما واسمون همین قدره. خب اینم از ضد آفتاب رو بزنیم و تمام این ویدیوی اول رو تموم کنیم. نه نریخت. خب همین دیگه دوستان، من گفتم این چیزایی که من میدونم رو بیام به شما بگم، هرچند شما از من خیلی قرتی تر هستید و همه اینا رو بلدین، اما خب دیگه چون خیلی ها پرسیده بودن گفتم که بگم. بعد جالبی اینه که اصلا خودش میره تو پوست بدون حتی ماساژ دادن. دیدین؟ مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. خیلی خیلی ازتون ممنونم. خیلی ممنون میشم که چنل منو سابسکرایب کنید تا انگیزه بگیرم و کلی ویدیو خفن براتون بذارم. کلی ویدیو آماده دارم ولی خب منتظرم روی قلتق بیفتم که بذارمشون. خیلی خیلی ازتون ممنونم. نظرتون رو بنویسید برام، یا اگه شما هم تجربه‌ای دارین در این مورد برام بنویسید. تا ویدیوی دیگه، بدرود.